ببینیم یه نقطه توی نمودار حد داره یا نداره. در حالت کلی اگه قرار باشه یه نقطه توی نمودار حد داشته باشه، کافیه حد راست و حد چپش با هم برابر باشن. توی نموداری که ما اینجا داریم، توی نقطه -1 مقدار حد چپ برابر با 1 و مقدار حد راست برابر با -1 شده و چون مقادیر حد چپ و راستش با هم متفاوت شدن، پس ما تو نقطه -1 حد نداریم. حالا بیایم با هم نقطه 0 رو بررسی کنیم. توی نقطه 0 مقدار حد چپ شده 0 و مقدار حد راست اونم برابر با 0 شده. پس اینجا میتونیم بگیم توی نقطه 0 چون مقادیر حد چپ و راست با هم یکی شدن، پس تابمون توی نقطه 0 یه حدی داره که مقدارش هم برابر با 0 میشه. خیلی ساده بخوام بهتون بگم، نمودارهامون در نقاطی که دچار شکستگی شدن نمیتونن حد داشته باشن. با توجه به همین موضوع خیلی راحت میتونیم نتیجه بگیریم که مقدار حد تابمون در نقطه 1 وجود داره یا نداره.